علیکم. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. خوب هستین؟ بخیر؟ جان درست بخیر هستید؟ ازبکی یا فارسی؟ فارسی. فارسی. عیدتان مبارک باشه. عید شما همچنین مبارک باشه. سلامت باشین. میشه خدا یک معرفی بکنین برای ما؟ محسن مومنی هستم. ولایت فاریاب ولسوالی شریف آباد قریه فرشیفی. اسمتان من شنیده نتانستم، شاید بینندگان عزیز ما شنیده باشه اما من نتانستم. ممکن شاید بیربارک زیاد است خاطر علمو دگوش من آمد. مسعود هستم. مسعود خان. خیلی خوب. شما دایی ماشاءالله لباس نظامی به خاطر چی اینجا موظف هستید؟ ما به خاطر خدمت برای ملت هستیم که تا خدای نخواست یک حادثه رخ نده یا دیده نشود. هدف ما نیست که خدمت کنیم در راه اسلام. رفتار مردم با نیروهای امنیتی چگونه است؟ خوب است الحمدلله، خیلی خوب است، مشکلی نداره. تمام مردم که ما هماهنگ است، هیچ مشکل نداره. ما مردم چقدر خوشحالی داره از این وضعیت که فعلا ما شما قرار داریم. ماشاءالله خیلی آرامیست و راحت است. کسی یعنی کدام فکر ناآرامی در وجودشان احساس نمیشه و همگی با آرامش کامل عید مثلا 2 روز عید را گذشتاندن. الحمدلله هیچ مشکلی نیست. مردم هم که ما هماهنگ است، هیچ مشکلی هم نیست. الحمدلله آرامی است. خب این مثلا شمایی که با یک کس تند یا تیزی که در رفتار کرده باشین اوناش که شما چه قسم رفتار میکنن؟ نه الحمدلله ما که مردم خوب هستیم، مردم هم که ما خوب است. ممکن شاید بعضی افراد اشخاص ها پیدا شد و ممکن شاید بگوید که والا در شما چه غرض گفتن؟ نه ایتون مردم خونه است الحمدلله. همگی برادر هستیم، هیچ مشکلی نیست. و همگی تابع قانون است. بله همه چی طبق قانون است. خیلی خوب است. بر مردم چی پیام دارین، چی آرزو دارین از طریق یوتیوب چینل ما گفته میتونین؟ در هموطنان عید تبریک میگم. خیلی تبریک، هیچ مشکلی نیست. انشالله سلام خاص در تک تکشان دارم، دیگه گفتنی هم نیست. سلامت باشین، جور باشین. خیلی ما وقت گرانبهای شما را نگیریم. ممکن شاید اگر اتفاق بدی نیفته به خاطر حفاظت از مردم شما در اینجا زحمت کشیدین. فقط خداوند زحمت و تکالیف شما را به درگاه خویش قبول بکنه و الله متعال جزای خیر به شما بده. تشکر از شما. سلامت باشین.